برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و ثنا مر خدای پاک را و درود و رحمت بر پیشوای امت معلم بشریت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان عزیز و ارجمند، همدیاران گرامی، عید ماه شریفی رمضان آمد. ماه رمضان به پایان رسید. عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت. صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت. امیدوارم خداوند کریم منان روزهای داشته ما، قعده و قعود ما، رکوع و سجود ما، ذکر و تسبیحات ما را به درگاه رحمتش قبول و مقبول گردانیده باشد. دانسته و ندانسته کرده ای گناههای ما، گناهان پدر مادر ما و گذشتگان ما را بیامرزد و در کشور عزیزمان تاجیکستان فیض و برکت و آبادی و آسایشتگی باشد و به امید این که همیشه سربلند و پیروز باشیم، به امید این که همیشه خرم و شاد باشیم، برنامه امروزه را آغاز میکنم. و امروز در برنامه دو تبریکات دارم. یکی تبریکات عام است و یکی دیگر خاص. تبریکات عام من به تمام هموطنان است. یکایک شما را به عید مبارکی رمضان تبریک و مبارکباد میگویم. بگذار همچنانی که گفته گذاشتم عبادت های ما را پروردگار کریم و منان به درگاه رحمتش قبول و مقبول گردانیده باشد و همیشه صحتمند و سلامت باشید و دائما در خاندان شما همیشه خرسندی باشد، خرمی باشد. تقبل الله منا و منکم. و تبریک خاصی من به آقای امام علی رحمان خاص است و موضوع امروزه من هم اساساً تبریک رئیس جمهور کشور است. تماشابینان عزیز، مثل هر وقت برنامه تحلیلی دیدگاه است. شوکت محمد با شما هستم. بار دیگر السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان پس از 2 هفته به شهادت رسیدن 20 نفر شهروند کشوری زیر اداره اش به خانواده آنها تسلیت گفت. ماشاءالله، تسلیت گفت. کی؟ زمانی که مردم کشور را به عید ماه شریف رمضان تبریک می گفت. در همین حالت، در همین پیام تبریکاتیش، در یک جمله و با نوگی زبان، ببینید، پس از انتقادهای شدید مخالفین، فعالان سیاسی، رئیس جمهور تاجیکستان که خود را پیشوای ملت هم اعلان کرده است، در آخر پیام تبریکاتیش شهیدان مرز را به خاطر آورد. اما نه اظهار تأسف کرد، نه عذر پرسید و نه از اندوه عمیقش گفت که به هر قربانی در هر گوشه جهان میگوید. شهیدان ما را که در مرز با قرغیزستان به شهادت رسیدن حتی شهید نگفت، بلکه هلاک شدگان عنوان کرد. هلاک شدگان. اینچنین با عائله هایی که نزدیکان و پیوندان آنها در نتیجه مناقشه و زد و خورد چند روز پیش
در سرحد دولت بین تاجیکستان و قرقیزستان در حدود شهر اسفره رخ داده به هلاکت رسیدند. همدردی عمیق بیان کرده از زمان شهادت این 20 نفر که به خاطر حفظ مرز کشور زیر اداره امام علی رحمان قرار دارد 2 هفته 14 روز سپری شد. در این مدت امام علی رحمان نه تنها فرصت یافت که به چند از کشورها برقی همدردی با اظهار اندوه عمیق ارسال کند، بلکه در پرد حربی بخشیده به 76 سالگی پیروزی شوروی بر آلمان فاشیستی یعنی عید غلبه شرکت کرد و زیر هیکل‌های قربانیان جنگ 80 سال پیش گلچنبر گذاشت. هنوز چند ساعت از فاجعه در مکتب در قزان نگذشته بود که یادتان هست از رسانه ها خواندید در قزان ترور شد در یک مکتب. همین چند ساعت نگذشته همدردی امام علی رحمان به ولادیمیر پوتین فرستاده شد. ببینید امام علی رحمان میگوید محترم ولادیمیرویچ، خبری فاجعه باری عمل کردی بی‌رحمانه زوراوری بالای طلبگان و کارمندان مکتب تحصیلات عمومی در شهر قزان باعث اندوه و نفرت عمیق ما گردید. تعزیه و تسلیات صمیمی این جانب را به نزدیکان و پیوندان فوتیدگان اظهار نموده به همه آسیب دیدگان شفای کامل خواهانم. جا به جا. قبل از این پیشوای تاجیکان جهان به همتای افغانستانیش بنابر فاجعه مدرسه سید الشهدا در همان روز فاجعه برقه ارسال کرده بود. در همان روز خودی همان روز برقه ارسال کرد به افغانستان. گفت که جلالت مآب خبری به هلاکت رسیدن و جراحت برداشتنی تعداد زیادی مردم آسایشته با شمول دختران نورس در نتیجه حمله مدهش و رذیلانه تروریستان در قسم غربی کابل باعث اندوه عمیق و نفرت بی اندازه ما گردید. چنین عمل خشونت‌آمیز ظالمانه و مرگبار که نیروهای اهریمن در روزهای آخر ماه شریف رمضان به آن دست زده‌اند نابخشیدنی است. ما همه گونه ظهورات تروریسم و افراطگرایی را قطعاً محکوم نموده باز هم ضرورت بی تأخیر تقویت مبارزه بی امان را با این خطرهای گلوبالی دوران معاصر تاکید می نماییم. در این روزهای ماتمبار تسلیات و همدردی صمیمی خود و مردم تاجیکستان را به نزدیکان و پیوندان قربان شدگان همچنین با تمام مردم برادر افغانستان اظهار نموده از درگاه خداوند متعال شفای کاملی همه آسیب دیدگان را مسئلت دارم. تماشابینان عزیز، رئیس جمهوری ما در تجزیه بیان کنی استخوان ندارد، استخوان. اما شهادت قهرمانانه هموطنانش در حمایه از مرز وطن پس از 2 هفته حادثه به یاد پیشوای خردمند و غمخوار رسید و در پایان پیام تبریکاتیش به عید رمضان زبان خویده در یک جمله خشک و کوتاه همدردی بیان کرد. تمام انا همین قدر، از این زیاد نه. 14 روز پری شد. هنه نمی قدر به 19 نفر فوتیده، به 19 نفری که هم تو یگان ترور نشدن، اینها خاک وطن را دفاع کرده شهید شدند، قربان شدند.
حالا وزن اینها در دفاع مرز کشور از وزن امام علی رحمان بالاتر است. این یگان خیر دفاع نکرده چقدر خاک زمین رو به خطای داد. اینها با جانشان جسمشان را جانشان را سپر کرده مرز را حفظ کردند. اینها قهرمانیشون از قهرمانی امام علی رحمان بالاتر می‌ایستد. این در رأس کشور ایستاده زمین را داد. اینها مردم قطاری ندادند، حفظ کردند. اما نفر یکم کشور، نفر اول کشور 14 روز به دهانش کلوخ میگیرد، یک اظهار همدردی نه، یک اظهار تسلیت نه. بعد از 14 روز در پیام تبریکاتی به عید رمضان در یک جمله گفته میگذارد، همچنین گفته. ببینید در این پیام تبریکاتیش این پیشوای خود خوانده به سفسطه های همیشگیش درباره گرانشوی قیمت محصولات خوراکی در تمام جهان بنابر بحران برخاسته از کرونا ویروس، ثمرناک استفاده بردن هر پارچه زمین، منفعت های قانونی تنظیم، جشن 30 سالگی استقلال 70% سخنش را بخشیده است در پیام تبریکاتی. همین 70% دیگه و نه همین گپا. اگر این سفسطه ها برایتان جالب هستند شما می توانید از سایت پرزیدنت جی یا اینکه از سایت های دولتی بگیرید و بخونید. اینجا من تکرار کرده نمیشینم. یا اینکه هم تو ساده که آسونک میگویم هر سال چی میگفت همان تپک ذخیره کنید، گندم ذخیره کنید، شالی ذخیره کنید، 2 سال ذخیره کنید، سالی وزن می بیاید. همین یوسفی زمان هر سال چی میگفت همان ساده یک. چه خیلی بگم خیلی وزنی است. بوری اول نیست که پیشوای معظم تاجیکان پر رویانه نگله نمایش میدهد که ملتش برایش 1 درم هم ارزش ندارد. 1 درم هم. طول قریب 30 سال حکومتش امام علی رحمان در هیچ مصیبتی با مردم کشورش نبود. نزد هیچ جبر دیده و خانه سوخته و خانواده به شهادت رسیده نرفت و تسلیت نگفت. مگر در حالتهای مثل امروز که مجبور شد با نوک زبان چند کلمه غرون گفت. غرون غرون غرون. همچنین. ببینید هر سال از فدراسیون روسیه تقریبا 1100 مرده وارد تاجیکستان می شود. یعنی در عموم ملت به خاطر روزگذرانی و پر کردن بودجه‌ای که از طرف امام علی رحمان خانواده اش بی‌رحمانه غارت می شود نه کمتر از 30,000 قربانی داد در دوام این 30 سال. نه کمتر از 30,000 قربانی. اما باره حتی 1 مرتبه امام علی رحمان به ملت تسلیت نگفته است. 30,000 قربانی داده 1 بار تسلیت نگفته است. 1 بار به زبانش نآورده است. این 30,000 قربانی را امام علی رحمان خود را بالاتر از این گونه کارها می‌داند و برایش ننگ می‌داند که به این گرسنه ها نظر اندازد. ملت برای این گرسنه هایند. چرا چنین است؟ پسر را برآورد روز تعیینش به رئیس شهر دوشنبه چی گفت؟ تو گشنه نیستی. یعنی برایش دیگرها گشنه اند.
سر فقط رستم جان این آقا از خودش بوته برای 9 میلیون تراشیده است و تنها طلبش این است که این 9 میلیون نزدش سجده کنند و برایش شعر و ترانه خوانند و هرگاه به رقص برخاست کفکوبی کنند. همین قدر. امام علی رحمان نزد ملتش با کبر و غرور، اما نزد دیگران حقیر و بیچاره و گداست. من همین قدر است. من همین خیل. شاید رئیس جمهوری هیچ کشوری در جهان به اندازه انا همین امام علی رحمان از جانب دیگران تحقیر و مسخره نشده باشد. شاید هیچ رئیس جمهوری در تاریخ گداتر و پرروتر و ببخشید فاحشه‌تر از امام علی رحمان نباشد. سه روز است که زمین نمیکفد، درایی و گشته زیش نمی شود، ننمایی این شرم را، این شرمندگی را نبینی و نسوزی. 3 روز می شود. 3 روز می شود ما از شرمندگی و حقیری و ذلتش در مسکو احساس خجالت میکنیم. اما امام علی رحمان و حکومتش کمترین احساس خجالت ندارند. کمترین احساس خجالت ندارند. شرم نداشتند. راوی شبکه اول کشوری شریک استراتژی وقتی که به میدان جشن ایدی غلبه با همراهی پوتین میرفت، راوی او را امام علی نه امانوئل نامید. امانوئل عذرخواهی هم نکرد. Ну а прямо сейчас на ваших экранах президент России Владимир Путин, рядом с ним президент Таджикистана Эммануэль Рахмон, Эмомали Рахмон. Вместе они направляются на трибуны. Эмомали Рахмон присутствовал и в прошлом году на параде 24. عادتا اگر خطاگی به میان می آمد، راوی ببخشید من خطا کردم، امام علی رحمان گفته تکرار میکرد. اما نه، عذرخواهی نکرد. حکومت تاجیکستان کمترین واکنش به این نشان نداد. مبلغان پیشوا، چاپلوسان و لگندبردارانش این را اشتباه انسانی نامیدند و با شدت با آنهایی که موضوع را برداشتند میتازند. تماشاگران عزیز، چندین کس امام علی رحمان را مسخره کرده نوشتند. همین از جمله مخالفان هم همین مسئله را خیلی پهن کردند. در همه جا امانوئل ماکرون گفته. چرا من شخصا به این مسئله دخل نکردم، هیچ چیز ننوشتم؟ برای آن که امام علی رحمان این گدای حقیر و شرمنده، هرچند دیکتاتور است، ظالم مردم کش، اما رئیس جمهور کشور ماست و از جانب بیگانگان تحقیر شده است. من به جای آن که این امام علی رحمان را امانوئل گفته مسخره کنم، باید کسانی که او را امانوئل گفتن به سر آنها میبرآمدم، با آنها سر به سر میشدم. تحقیر رئیس جمهور یک کشور تحقیر همه کشور است.
تأخیر من است، تأخیر مخالفین است، تأخیر موافقین است. کسی باشد نباشد تأخیر شهروندان کشور است. چرا خاموش موندم؟ برای اینکه ارزش طرفداری را این رئیس جمهور ندارد. برای همین اقلا خاموش شدم، خاموش موندم. ببینید حالا سبب دیگری خاموشی این است که با همین تسلیتش و شهدا از حد گذراند. باور کنید از حد گذراند. حالا تماشابینان عزیز، من باوری دارم و مطمئنم هستم که ایمانوئل نامیدن امام علی رحمان نه خطای انسانی بود و نه تصادف. امام علی رحمان را مخصوص چنین نامیدند و عذرخواهی هم نکردند، مخصوص، چون که ارزشی به او قائل نیستند. حالا من نوارش را جستجو کردم، نیافتم، لیکن در یک سفرش به همین کدام از جشنها چگونه او را به تماشابینان معرفی میکردند. برنده های تلویزیونی دولتی روسیه میدونید، شبکه های تلویزیونی روسیه. Кто идет? Премьер-министр Индии, что ли? همین خیلی گفته بودند. گویا اینکه رئیس جمهور یک کس را برنده تلویزیون نمیشناسد. در اصل او احمقها خودشان را تحقیر میکردند، خودشان را شرمنده میکردند. نخود برنده یک تلویزیون پرزیدنت یک کشور را نشناسد. اما آنها از همه این گذشته دیده و دانسته این کار را میکردند. حالا ببینید، شاید شما پیدا کنید، من در یادم هست. در این دفعه چی؟ وقتی که ایمانوئل گفت از آهنگ تمسخرآمیزی برنده هم دیده می شود که قصداً رئیس جمهوری تاجیکستان را ایمانوئل ماکرون نه رحمان گفت. ایمانوئل رحمان. هر نام دیگری که به امام علی رحمان داده میشد باور کرد که آن را اشتباهاً چنین گفته است. برنده، راوی. اما ایمانوئل نمیتواند اشتباه باشد. تماشابینان عزیز، کسانی که ایمانوئل کیست نمیدونید، ایمانوئل نام یک رمان است که داستان یک فاحشه فرانسوی را با همین نام که با وجود داشتن شوهر و فرزند با 10 نفر همخوابه می شود قصه می کند. بعد نشر این رمان نام ایمانوئل نماد فاحشه های ویپ شده است. ویپ فاحشه. در پرد مسکو، در پرد عید غلبه مسکو امسال امام علی رحمان یگانه رئیس جمهور کشور دیگر بود که شرکت کرد. یگانه رئیس جمهور کشور دیگر. قبلا در این پرد از تمام جهان رهبران کشورها شرکت میکردند. اما بنابر سیاست های روسیه کم کم از شرکت دست کشیدند و تنها کشورهای عضو اتحاد دولت های مستقل و برخی کشورهای دستنگر روسیه باقی ماندند و خلاص. اما امسال چی؟ امسال هیچ رئیس جمهوری حاضر به شرکت در این پرد نشد. نرفتند. بجز ایمانوئل، امام علی رحمان. فقط امام علی رحمان رفت. از افتخار شادی
نمیدونست از کدام طرف پوتین قرار گیرد. این طرف میگذارد، این طرف میگذارد. دهان بیخی گوش. چگونه این دهان از خرسندی پهن شدهش رو نمیدونست جمعگیری سازد. اینجا فقط کی بودن؟ پوتین، امامعلی رحمان. تنها پوتین و تنها امامعلی رحمان. مگر برای گدای حقیر و غرور باخته افتخاری از این بزرگتر وجود دارد که در پهلوی پوتین بزرگ قرار گیرد و با او تنها به تنها قدم زند؟ شاید همین لینک پرانی هایش بود که راوی شبکه اول روسیه سپارش گرفت که کی بودنی این فرایر را هم به خودش و هم به جهانیان نمایش دهد. امانوئل برابر سر شدن نزاع با قرغیزستان، امامعلی رحمان تمام تهمت بهتان‌های را که به ایران زده بود ایادش برآورد، فراموش کرد و عاجلاً وزیر دفاع تاجیکستان را به ایران فرستاد تا اینکه با پیروی از سیاست خردمندانه پیشوایش وزیر دفاع گدایی کند، البته با سر خم و عذرخواهی از تهمت‌های چندین ساله. به این نمی‌شود آخر. از ترس قرغیز فراموش کرد که سالهاست افغانستان را جنگ زده مینامد و چون بدترین نمونه به مردم کشورش معرفی میکند. ایران هم میلش، افغانستان چی؟ دائمی افغانستان جنگ زده گفته گپ میزند. یگان مردم کشور را تهدید میکردگی شود شما چی؟ تاجیکستان را با افغانستان تبدیل داده نمی؟ همین خیلی گپ میزند. اما چیکار کرد؟ به آنجا هیئت فرستاد و هیئت دعوت کرد. طبق معلوماتی که به ما رسیده است 50,000 ویزا به افغان ها وعده کرده است. 50,000 ویزا تا آنها به تاجیکستان امانوئل کابی بیایند. در این باره بدتر گپ بزنیم ولی موضوع دیگر نشود. برای افغان ها که هیچ کشور ویزا اشان نمیدهد، تاجیکستان واقعا بهشت روی زمین است. مثل همین پیشوای معظم که هیچ کشور بجز روسیه و ازبکستان و بلاروس قبولش نمیکنند و سفر به روسیه بزرگترین افتخار برایش است. بله. از ترس این که مبادا صدر جباروف پیشتر از او به پای پوتین نافتد، عاجلاً روانه مسکو شد. عاجلاً سراسیمه. اما این صدر جباروف چیکار کرد؟ صدر رفت جشن پرد نرفت. نه تنها مثل این امامعلی ما امانوئل نشد، بلکه یک بی‌اعتنایی کرد، انتظار شد تا خود پوتین زنگ زند. همینطور شد. رئیس جمهوری روسیه به جباروف زنگ زده آمادگیش به کمک را اعلام کرد. همین خیلی شد. اکنون رئیس جمهور قرغیزستان آخر ماه می مسکو میرد. با پوتین مسائل همکاری های دو جانبه، همگرایی اقتصادی اوراسیا، اینچنین تامین امنیت منطقه را بررسی میکند. خب با در نظر داشت تجربه های قبلی سفرهای کاری و سیاست های خردمندانه رئیس جمهور تاجیکستان،
یک کمتر غیرت کرده به همین سوال من جواب یابید؟ پوتین به کدام از این دو ترجیح میدهد؟ به کدام از این دو؟ کدام از این دو را انتخاب میکند؟ هست می جواب؟ یا بدو گیرید؟ جایی 30 سال کشورش را غارت و مردمش حقیر و بیچاره کردن، این امانوئیل ما می توانست آن را رشد دهد، به کشور پیشرفته تبدیل نماید، با در نظر داشت تجربه جنگ ارتشش را تواناترین ارتش و مردمش را سربلندترین مردم منطقه سازد. در این حالت می توانست سر خودش هم بلند باشد و دست گدایی و کمک‌خواهی به تمام جهان دراز نکند. اما این امامعلی رحمان چیکار کرد؟ راه دیگر را انتخاب کرد. خواست که بت باشد، بت. خواست که بت باشد. اما این بت زیر پای دیگران افتاد. دایم سرش خم، دستش انمیخیل. دست گدایی. حالا زود است که زیر پای مردمش هم بیفتد. عیدتان مبارک باشد جناب امانوئیل. تماشابینان عزیز، این بود برنامه امروزه دیدگاه. یکایک شما را به الله پاک می سپارم. بار دیگر عیدتان مبارک. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام. علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام. مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام نقطه نت.